خب حال اینجا سوالی است که چه قسم زمین پاک می شود وقتی که در این نجاست بیفته، یعنی کیفیتش چه قسمه. اگر نجاست در زمین میفته با انداختن آب دو مکان که پرتی پاک میشه بدون تکرار، برابر زمین سخت باشه یا رخوه، اینمی کفایت میکنه. و این جمهور علما میگن وقتی که در نجاست افتید بول اینا و تو آب انداختی دموجه تکرار نکنیم یک دفعه، برابر زمین سخت باشد یعنی که ایسا آب تیت شود، یا نرم باشه که جذبش کنه، در دو صورت میگه پاک میشه همی آب که انداخت. جمهوری را میگه مگر ای که اگر غایب بود و خود اصل نجاست اوسو میکنیم باز آب میپرد. چرا میگه؟ بخاطر که پیمبرم گفت آب پرتین فوری قلعه آب انداخته شد، دیگه نگفته که او را بیخی انتقال دادن و بعد از آب انداختن، و نگفته که و حفروا المکان یعنی مکان کندن بیخی تو جایی که تر شده بود برداشت، مکان کنده نشده، خاکش انتقال داده نشده، فقط آب انداخته شده. دو وقت سبنت نبود همی خاک بود آب انداخته شد. فین کان لنجاست جرم، اگر نجاست جرم داشت یعنی تنه داشت جثه داشت دیده میشد که عذرت مثل همی غایت کس او دم جفن یا خون خشک بودی تو چی میشه یعنی بالا میشه، فلا بد من انزال ضروری است که او را وسو کنی قبل تطهیر، بعد از او آب پرتی بشویش پاکش کنی، اگر این گب نبود اون پاک میشه. قول دوم در این مسئله به همراه دلیلشان نیست که امام حنفیه یا مذهب احناف میگن که لان الارض صلب تحفر، زمینی که می سخت باشه اگر دو بال شود او باید کنده شود یعنی چقر شود کنده شود، و روایت کردن که بیخی چی شود یعنی کنده شود او سو برده شود. روایت کردن استدلال میکنن به دلایل روایاتی که در حدیث آمده لیکن ضعیف است، کلش صحیح نیست. در یک روایت آمده که فقط جا عند الدارقطنی من حدیث انس بلفظ احفروا مکانه ثم صبوا علیه، می پیامبرم گفت بکنین میجره باز آب پرتین. این تو یک حدیث آمده و در نزد سعید ابن منصور آمده که خذوا ما بال علیه من التراب فالقوا واحرقوا علی مکانه ما، یعنی بگیرین امو چیزی که باول کرده او را بگیرین یعنی در چی اوس پرتین و فواحرقوا علی مکانی بعد جای از او آب پرتین. اما این حدیث صحیح نیست، این حدیث چی است؟ ضعیف است. به می خاطر یعنی ما گفته نمیتونیم امی آب که انداخته شد نجاست ضروری پاک میشه. حکم صیانت المساجد، یعنی یکم دفعه که ما مذاهب میبینیم خب اختلاف امام ابو حنیفه رحمه الله مالک شافعی یا حتمی یک دلیل دارن، یا دلیلشان قرآن یا حدیث، یا اگر که ضعیف باشه باز عمل نمیشه. اما ما تو گفته نمیتونیم که تن بکنیم و بعد بگویم اوی تو شده و تو شده قال مقال توهین بکنیم، میگه قطعا نمیشه. و کسایی که کارو میکنن جاهل هستن، بعضی ها یک حدیث شنیدن در سندش تحقیق نمیکنن به نظرشون صحیح میباشه حکم میکنن. و مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله حدیث بود، حدیث صحیح بود. ایران بفهمیم که دمو خود از امام ابو حنیفه رحمه الله که میگه نقل است، حالا دیگه او که چیزی که از امام ابو حنیفه رحمه الله نقل است نموس ما قبول داریم. یکم تو میگه نه ما قبول ندارم، تو چرا قبول نمیکنی؟ چرا عقده داری؟ چرا بغض داری؟ چی دخل تو چی مرض است؟ چی گپه؟ مثلا شما کلانترین کتاب مذهب حنفی را ببینید، رد المحتار یا فتاوای شامی یا فتاوای ابن عابدین، بسیار نامهای مختلف دارد. کلان کتاب است، کسی که را میخوانه از علما او را مفتی میگن. اگر که به حساب علمای صحابه و اینا مفتی کسی است که گپ با دلیل بفهم، اما حاله اونمو را بخوانن او را مفتی میگن، مفتی شده. در المختار خوان، رد المختار خوان، برنامه خوان، یعنی چند تا کتابای فتوا را خوانده. اینا لینا بفهمین که ما و نعود او میگه که وصحن الامام انه اذا سال حدیث فهو مذهب. از امام ابو حنیفه رحمه الله به صورت صحیح نقل شده که حدیث صحیح بود، اونم مذهب ما. حتی رد المحتار میگه که اگر یک کسی امروز به یک مذهب نماز بخونه دیگر روز به دیگه مذهب، به شرطی که مثلا رفع یدی کنه آمین بالجهر بگوید مثال شما، به شرطی که میگه با معامل خود حدیث صحیح داشته باشه، میگه از مذهب امام بیرون نمیشه. یعنی با خود امیر رد المحتار میگه کسی رفع یدین مثلا بکنه آمین بالجهر بگوید از مذهب امام بیرون نمیشه، یا قرائت بکنه خلف امام در پشت امام. اگر که امام ابو حنیفه رحمه الله میگه قرائت نکنی در پشت امام، میگه بکنه ولی در گپش در عملش حدیث صحیح باشد، بس
است. میگه از مذهب امام بیرون نمیشه. این کسایی که میگه از مذهب بیرون شد، این از پیش خود گم میزنن از مذهب بیرون شد. مذهب امام صاحب چی از حدیث است. اگر یک کسی یک عمل کرد دلیل از قرآن حدیث نداره، باز تو تقبیحش کو که چرا این کار کرد. اما اگر دلیل داره، حدیث شم صحیح است و خصوصا یک چند امام دیگه هم به او فتوا داده، او را چطور گفته میتونی که بی مذهب شدی و لا مذهب شدی و غیر مقلد شدی و تاپا بکو با یکم تاپاکای نوام است. و سابقا لا مذهب و بی مذهب میگفتن، حال وابی میگن. وابی خود نو پیدا شده. خب وابی که اصلا یک 200 سال پیدا شد. محمد ابن عبدالوهاب سابقی گپ نبود. وقت لا مذهب و بی مذهب و این گپا غیر مقلد میگفتن. میگم ما گفتن نمیتونیم میگم. خود امام ابو حنیفه رحمه الله میگه گپ مرا که ما یک فتوا را دادم تحقیق کنید. اگر دو دلیل بود، حدیث بود، عمل کنید، نبود نه گپ خلاص. پس کسایی که با حدیث ای عمل میکنن اینا را ما لا مذهب و بی مذهب گفتن نمیتونیم. ولی کسایی که میگن دیگه الله انصافشان بتن بگوین دیگه اون گفتن میرن از پیش. اگر این اصل مذهب ما می نمیست. ما شما هم که روان هستیم این مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هم است، مالک هم، شافعی هم، کل این مذاهب امی بودن. فکرشون امی بود، مذهبشون امی. مذهبشون چی بود؟ حدیث صحیح بود. حالا کسایی که میان به مذهب شدی علمشان کم است، بیچاره کامل هستند، یکی احساساتی هستند دیگه، اونا یک ذره عقده‌ای و تعصب هم گپا دارن، تعصب دارن اصلا دیگه. میاد مردم هم میترسن، اگه این گپا نگویم میگه مردم ما را میکشه در مصیبت میفتیم. نه در مسجد هستیم مردم با ما ماش میتا و همین دسته که بعضی علمای ما که علمشان کم است این گپا را گفتم مردم احساساتی شده که وای که تو اینطور است که به مذهب است و لا مذهب است و غیر مقلد است و چطور چنان. ما حکم صیانت المساجد عن الاغزار، حکم حفاظت مسجد از اغزار نجاست‌ها چی است؟ یعنی مسجد پاک کردنش چی حکم داره؟ پاک بکنیم نه، این یک گپ پیدا شد. یعنی مسجد پاک کردن سنت است، مستحب است، واجب است، چیست؟ علما میگن که واجب است. واجب یعنی فرض. بعضی در بین فرض و واجب فرق نکرده. سر مذهب حنفی امام ابو حنیفه رحمه الله فرق کرده که واجب فرض در عمل یک حکم داره. در عقیده میگه که کسی از واجب انکار کرد کافر نمیشه، اما اگر از فرض انکار کرد چی میشه؟ کافر میشه. اما عملش دوش ضروری است، حتمی است. چرا واجب است پاک کردن مسجد؟ زیرا پیامبر صلی الله میفرماید که لأن النبی صلی الله علیه و آله انکار و این عمل برفت. پیامبر صلی که صحابه که خیلی سوره گفت نکو و را تایید کرد همین گپشانو، اما گفت نرمی بکنین، اول نزنین، تو نکنین زدن و کندن شروع کنین. نه او بیچاره دو حالتش اشتگی است. اما نگفت که چرا منعش کردین، گفت خوب کردین که با او را پیامبر خودش هم منع کرد. گفت مسجد برای خاطر جور نشد، مسجد برای عبادت. در دیگه حدیث میاد میتو در دیگه روایتش. و دیگه که به نزد یعنی یک دلیلش خود همین حدیث. دوم در صحیح مسلم است که در این حدیث که لا تزریموه دعوه فترکوه حتی بال ثم ان رسول الله دعا این ثم قال میگه ثم قال لا ان هذه المساجد لا تصل شيء من هذا البول والقذر انما هي لذكر الله والصلاه وقراءه القران. فمثلا لا تزریموه سر از فشار نبیارین، قطع نکنین سرش، دعوه بانش ترکوه حتی بال ثم ان رسول الله بازخواستش گفت که این هذا المساجد این مساجد لا تصلح جایز نیست لشیء من هذا البول، اینجور نشده به این بول ولا القذر و نه بغایت، انما هي لذکر الله. ذکر الله یعنی الله را یاد کردن، چی است؟ بیان کردن حق و قرآن حدیث اینا و صلات دیگه، نماز و قرائت القرآن. قرائت قرآن به این جور شده است. از این حدیث یک قاعده فقهی گرفته میشه که دفع اعظم ضررین به ارتکاب خف ما و صح ذال. ایویتا میگه اگر دو ضرر در یک جای میشه که با دو ضرر روبرو میشی، انسان کوشش کنه که همون آسانش انتخاب کنه. یعنی پیامبر هم دید که حالی آدم در اینجا آمده که این کار شده، پس چی کنه؟ به این که روبرو شد بانه که این کارش خلاص شود. اگر ایره نمانیم خوب، اگر بانیم باول کرد مجبور هستیم که بشویم. نه کدام میشه مرتکب شیم؟ همین ششتن تا که ضرر اگر او را در عینش آلت شروع کرده بند کنیم، یک مشکل بسیاری برش پیدا میشه یا کل بدنش نجاست میشه، او برش یک مشکل پیدا میشه. و این طرف مسجد پاک کردنه. یعنی اگر انسان در دو ضرر دو چیز گرفتار میشه به زور، یعنی حالت دیگه باز میجا اخفش انتخاب کنه. یکم تا از این قاعده غلط استفاده میکنن.
دفع اعظم الضررین برتکاب خفیهما. نگم کارهایی که نامشروع است هیچ سرش فشار هم نیست، میگه بریم ما و شما خود در دورایی استیم دیگه نه، یایی حال اینکه سه رایی استیم ای را میگیری یا ای را یا هیچ کدامش نگی دیگه هم راحت وش میمانند نه، وش میمانند. امی میگه نه در دورایی استیم، در دورایی هستیم، حال اینکه اون طرف برو دورایی استیم. مثلا یک کسی میگه که اینجا 2 نفر است نه، خدا کاندید کرده یکی اینی است یکی اینی، ما شما در دورایی گیرم با کدامش رای میتی؟ و حال اینکه رای دادن چی سه رای نتیم کشته میشیم نه، خلاص امی اردوی از این بد است میگه این بد است این بدتر است، حال اینکه تشخیص از این مشکل است. در حال اینکه دیگه کس هم است او میگه نه او شبان امی دوتا، یعنی دوتا را خودش پیش کرده نه، او دیگه شبان. و اگر هیچ رای هم نتیم میتونیم که اگر دوش باید باشه او را دیگه چیزایی استعمالش میکنن که این غلط، او خود یک جای گرفتار میشی نگران نیست، یا ایشه قبول کنی یا ایشه، یعنی واقع شد یک گپ. اینجاست که باز اما خفشه انتخاب کو و اون با شریعت توضیح دادگی در بعض جا شریعت اگر حکم کرده که می ضررناک شه انتخاب کو باز او کار میکنی. اگر اختیار داده بود اختیار داده انتخاب میکنی یا ایشه، اینجا اختیار داده شد، شریعت اختیار داده باشه با در اونجاست که اخفشه یعنی هموش که ضررش کم باشه انتخاب میکنی. توضیح عزیز زیارت پیامبر هم گفت دعوه بانش ترکوه حتی بال، بانش که باول بکند این را گفت و او را که اونا منع کرد اونا را هم چیز نگفت، یعنی رسول الله هم صحابه را منع کرد که یارا بانش با وجودی که فساد است در مقابل مفاسد اعظم که بر ازی ضرر نرسه. خوب مفاسد چی بودن؟ میگم ممکن بود که انتقا لو قام علی و زجر و منعوه، ممکن بود میگه که قطع میشد، یعنی اگر واقع میشدن میزدندش چند گپ ممکن بود. اولی که اگر باولش قطع میشد شاید ضرر میرسه، یا کسی که در عین باول باشه سرش بند کنی یک مشکل ایجاد میکنه. این نگاهی و اصل نجاست اون حاصل شده و یک چیز شام کرده و یک چیز دیگه شام که تو مانع میشی بر ازی ضرر میرسان دیگه، احتمال زیادتش از ایقای ضررش یعنی زیاد ضرر رساندن به این زیاد بود از این که از این مانع شوند از ضرر. دومی که نجاست کردن در جزء یسیر از مسجد حاصل شده بود، یعنی کم مسجد بود. اگر استاد میشدن در اثنای باولش اگر او را استاد میکردن نه، او در حالت باول بود که ایسو او در چرخک میدادن نه، از دستش او شاید کل مسجد او در عین باول کردن بود کل مسجد خراب میکرد، لباسش بدنش بسیار جای با میخواد پیامبر گفت ولی مقدر جای کرده بانی شد. سومی که تنفیر العربی یعنی دینه، خصوصا یک عربی اطرافی که نمیفهمه تو را دین دورش میکنی، خب نمیفهمه حالا آمده میکاره کرده. در بعض روایت آمده می پیامبر گفت که اللهم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. میگه یک عربی آمد دعا کرد، خب نمیفهمن عربی یعنی اطرافی ها کسایی که دور است، از علم دور است و بیچاره علمش کم، اما علمش هم که ببینی علمش کم میباشه. چی میگم؟ میگه یک عربی آمد گفت که دعا کن نماز خوند اللهم ارحمنی و محمد، یا الله با من رحم کو با محمد ولا ترحم معنا احدا ابدا، غیر از ما 2 نفر به بالای هیچ کس رحم نکن. این گپا گفت و پیامبر برش گفت اوه چطور گپا گفتی؟ این گپا نگو. در حالی که نوح علیه السلام سعی کرد دعا کرد که ربنا اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. حتی در یک حدیث هست، خب این حدیث هم صحیح است، بعضی اصلا صحیح گفته، میگه کسی بگه که اللهم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یا الله مرا ببخش زنهای مؤمن مردهای مؤمن، میگه الله با تعداد هر فرد مؤمن برای یک ثواب میده. تو فکر کن مثلا 1 میلیارد مسلمان باشه نه صحیح، با متعداد کلی از او الله برش ثواب میده. یکم تو شیطان میگه بخیل باش بگو مرا ببخش خود ما و فامیل ما نه دیگه بلا ده، پس یکم تو میگه خدا مرا ببخش فامیل ما را چی به دیگرا نه، این گپ صحیح نیست. خب مسلمان که است المؤمنون کالبنیان یا مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد، مسلمانان مثل یک پیکر یک جسد. یا حتی قرآن بر ما میگه که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم.
ای رب ما را ببخش برادرایی که به ایمان تیر شدن، ایمان واقعی ما قرآن میگه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در قلب های ما حسد و کینه و عقده بر مؤمن نگردان. ربنا انک رؤوف الرحیم، ای رب تو شفقت کننده و مهربان است. یعنی مردم از دین نفرت دور نشوند. آیا نجاست بدون آب هم دور میشه؟ یعنی علما در اختلاف کردن. مثلا کسی بول کرد بدون آب هم میشه پاک کنیم؟ قول اول اسم یعنی آب ضرور است. این امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل و ابن المنذر انتخاب کرده که اسم میگه آب انداخته شد، مگر اینکه آب نباشه و گپش جداست. اگه آب بود آب پرتی. دوم حدیث باب است که فامر بذنوب من ماء، نی پیامبر صلی الله علیه و آله دلیل از اینا چیست میگه؟ گفت به یک دوله آب کلان یا یک سطلاب برین پرتی. وجه دلالت است که لو کان الجفاف مطهر لکتفا به ولم یامر، اگر میگه خشک شدن کفایت میکرد پیامبر هم امر نمیکرد. مثلا اگر کسی بیاد میسان مسجد باول بکنه نی و ما بگویم برم آفتاب میزنیش خشکش میکنه، چطور؟ یا میگن نه آب پرتو، اگر کسی باول کرد آب پرتو. قول دوم است که انه لا یشترط الماء، آب میگه شرط نیست. و هذا قول الحنفیه و اختاره ابن تیمیه. سیکو امام ابو حنیفه یا مذهب حنفی است و شیخ الاسلام ابن تیمیه این انتخاب کرده. یعنی اونجا با اگر خود شیخ الاسلام در مذهب حنبلی است در بسیار گپا، اما در جایی که مذهبش دلیل نداره به اون نمیره. اینجا کته امام ابو حنیفه رحمه الله دلیلش چیست؟ دلیل از اینا میگه دلیلشان است که قال ابن تیمیه رحمه الله فإن العلماء اختلفوا، علما اختلاف کردند در نجاست اذا اصابت ارض، وقتی که در زمین بیفته و ذهبت به شمس، آفتاب بزنه خشکش کنه بره، یعنی میره چیزش بوی یا پاش، او ریح یا باد آمد او استحاله یک چیز آمد فتمش کرد. هل تطهر الارض على قولین، آیا زمین پاک میشه؟ دو قول، هر ما تطهر پاک میشه، این مذهب ابی حنیفه و هو صحیح فی الدلیل، در دلیل میگه این صحیحه. صحیح شیخ الاسلام هم امی چیزش بود که دلیل کدام میشه قوی تر و صحیح باشه. چرا؟ میگه حدیث ابن عمر ان الكلاب كانت تقبل و تدبر و تبول فی مسجد رسول الله یکونوا یرشون شیء من ذلك، رواه بخاری دون ذکر البول. صحیح کن این یه حدیث دیگه در بخاری است. می عبدالله ابن عمر میگه کلاب سگا که بود کانت بودن تقبل و می آمدن و می رفتن در مسجد پیامبر فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و خود دروازه تو چی نبود، چند دروازه بود و یک دروازه من بعدیش می رفت. لم یکونوا یرشون شیء من ذلك، می نبودن که دو آب پرتن یا تو آب پاشیش کنن. رواه البخاری دون ذکر البول، امام بخاری بدون بول میگه ایرا نقل کرد. تقبل و تدبر گفت بولو را نگفته. سعی کنین یعنی از این فهمیده میشه که ششتن واجب نبوده، ضرور نبوده. و قالو میگن این نجاس عین و خبیثه، فاذا زال نجاست عینی است یعنی خبیث است دیده میشه، وقتی که زائل شد حکمش هم میره. آفتاب که زدش بول و انا خلاص میشه، خلاص دیگه. و هذا القول هو الراجح، این قول راجح. اوجا که پیامبر هم گفته کیرا پرتین یعنی یک دلیل از او چیست؟ یعنی جواب از این که پیامبر هم گفت که امر النبی بذنوب من ماء، نه یک آب پرتین. اینو چی میگی؟ جواب میگه هدف از این تعجیل تطهیر، یعنی زود مسجد پاک شود، زود پاک شود. اگر بانیم خشک شود بسیار سرش وقت دیر میشه، زود پاک شد. از لو ترکو اگر او را میمان حتی تطهر الشمس که آفتاب پاکش میکرد لتأخر تطهیره، اما پاکیش مؤخر میشد. فلیس فی حدیث حصر التطهیر بالماء، دیگه میگه در حدیث پیامبر صلی امی پاک کردن با آب خاص نکردگیست، به خاطر که اینجا در دیگه حدیث اون گفته که سگا میرفتن و بول میکردن، پیامبر صلی الله مردم در او آب نمینداخت، همین که آفتاب میزد پاک میشد. یعنی واقعا از نگاه دلیل که آدم میبینه امی است. و همیشه علمای حق، همیشه شیخ الاسلام ابن تیمیه یکم تا ما را میگه که یا گپ شیخ الاسلام ابن تیمیه هرچی که امور میگه صد عالم مجتهد صحابی یک گپ بگه، یک گپ کی گفت میگه این میسش، نه اون گپ نیست. ما بسیار اقوال از ایران که دلیل نداره رد کردیم، در بسیار جاها میگیم ما قسمی که خودش هم میتو بود، یعنی علمایی که پشت دلیل میگردن دلیل صحیح، کل مذاهب هم میتو بودن. امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک، شافعی، مزاجشان طبیعتشان تا ابن تیمیه می بود که دلیل صحیح و قوی به او عمل میکرد دیگه، یعنی فکر کلگی امی بود. و کسی را متهم نمیکردن که تو گپ مرا نگرفتی و فتوای مرا عمل نکردی یا یکی دیگر را متهم بسان یا طعن بگوین، این گپ نبود. و کسی که به یک دلیل عمل میکرد تو را میگفت که الله رحمو به او عمل میکنه، من به یعنی گپ نبوده، جنجال نبوده.
حال جنجالات، حال مشکلات. ما حکم بول الآدمی، بول آدمی چطوره؟ یعنی پاک است یا ناپاک؟ علما میگن نجس است حکمش، یعنی اگر آدمی بولش نجس است. امام نووی میگه و هو مجمع علیه، ده میگه اجماع، یعنی اتفاق علماست که اگر بول انسان مرد باشه زن نجس است، خصوصا که کلان. ولا فرق بین کبیر و صغیر به اجماع ما یعتد. می فرق در بین خرد و کلان نیست، به اجماع کسایی که سر از او اعتماد میشه که نجس است. ولکن بول صغیر یکفی فی النصح، بول کوچک نسخه، یعنی یه ذره آب ای تو بزنی همین کفایت میکن. خرد که با شیرخور باشه این کفایت میکنه، کلان که بود موششته شود. چرا لحدیث الباب، زیرا در حدیث آنها و آدم باول کرد، فرمودن گفت برین آب پرتین، از فهمیده میشه که نجس بود. و دیگه حدیثی که من النبی به قبرین فقال انهما لا يعذبان و ما يعذبان فی کبیر اما احدهما فکان لا يستنزه من بوله، متفق علیه. بسیار یک حدیث مهم است، هشدار دهنده است با ما و شما. میگه حدیثی است که پیامبر صلی تیر شد به قبرین، دو قبر بود، تیر شد قبرستان، دید که در این قبرها عذاب قبر است، یعنی یک نوع عذاب. فقال گفت انهما لا يعذبان، یقینا امید و قبرها الله اینا را عذاب داده رئیس. و ما يعذبان فی کبیر، یعنی در گناه کلانی یا عذاب داده نمیشن، گناهشان خورد. اما احدهما، اچه یکی از اینا فکان لا یستنزه من بولی، یکیش یک گناه، دیگه‌شی که از بول خدا نگاه نمیکرد، از بول پیشاب خدا نگاه، یعنی بولا که وقتی چی می استاد میشه و هر جایش میچکیدم تو میرفت، پاک نمیکرد خدا. متوجه هستین؟ متفق علیه بخاری. ما و شما اکثر همینطوره، بول خدا که میکنیم، خصوصا بی نمازا دیگه نی، نمازگزارم بعضش میتون مشکلات داره، بی نماز که بول خدا میتون اعلام میتونه دیگه میره چیزش در بدنش و چیزش در لباسش نی نمیطور میره، یا ای تو استادکایی که میکنه میپره نی در بدن و یایش در یک جایی که انسان کوشش کنه که بول خود دور کنه و بول که به اختیارش، که یکم تا خورده است و در جایش او خواب شوه و گپش غیر اختیاری جدا، به اختیار خودی کار نکنه و وقتی که بول خلاص کرد خود خشک بکنه. و این خشک کردن هم بازی تو نیست که 400 قدم میسی برو 400 قدم بسو، این ضروری دی چیزا نیست، اما خدا پاک کن. اما اگر یک کسی هست که امی بول آل خدا پاک کرد، پسان که میره چند قدم باز میه، بازم کوشش کنه خدا پاک کنه، یعنی نمانه. اما اگر میشه با دو قدر حرج نیست. و حدیث دیگه است که پیامبر می استنزه من البول، خدا حفاظت کنه البول، فإن عامة عذاب القبر من، عام ترین عذاب قبر از اینم، یعنی اکثر عذاب قبر از این. پس این یعنی پاکی. رواه دارقطنی، حدیث امام دارقطنی، بعضی می حسن و بعضی می ضعیف. یعنی سعی کنیم که ما شما یک کار اگر بکنیم بسیار ثواب هم داره که بول میکنی وضو بکنی، بعد از هر تشناب وضو، چقدر که در توان تا نست کوشش کنید، آب نبود تیمم بزن، این بسیار خوب است. و یکی خوب پاک می باشید و دیگه بعد از هر وضو نماز بخوانی. خود درجه داره که در یک حدیث است پیامبر میگه در شب معراج که رفت در جنت، میگه دید که بلال پیش روان است، او را دید که پیش روان است، حیران ماند. وقتی که آمد گفت بلال تو چی عمل داری که در جنت پیش روان بودی؟ گفت که من دیگه عمل ندارم. گفت نکنم عمل خاص. گفت ایست که بعد از هر بار که من تشناب میرم یا باول باشه یا غایط، من وضو میکنم، یعنی استنجا وضو، و بعد از او 2 رکعت نماز میخوانم. پیامبر گفت فبها، گفت بونمو عمل است، یعنی یک قدر درجه هم داره. یک مرگ تا مقامت پاک میباشه و اکثر اگه انسان پاک باشه الله مرگش عدالت پاکی هم میاره، اینمی بس فیصله الله اکثر هم میست. حل من شروط صلات ازالت، آیا شرط نمازی است که نجاست دور شود؟ بله، اجازه نجاست از بقعه همون جایی که میخوانیم، مثلا مسجد، زمین، هر جای، ثوب، لباس ما بدن، نجاست ظاهری رو نمانی، پاک کنی. در بقعه خو حدیث باب است که من پیامبر گفت که از جای، و در ثوب الله در قرآن میگه و ثیابک فطهر، لباسایت خوب پاک بکو، به یکی از تفسیرای نمیست. و در بدن عبدالله بن عباس میگه که مر نبی به قبرین فقال اینما یعذبان، عذاب داده میشن، و ما یعذبان فی کبیر، در گناه کلان است، اما احد ما فکان لا یستنزه من بولی، از بول خدا نگاه نمیکنه.
خب بعض فایده عامه از این حدیث چی فهمیده میشه؟ وجوب انکار المنکر وقد اختلف العلماء فی حکمی و سینه فرض کفایه و زمان. یعنی اگر انسان دید از این حدیث چی فهمیده میشه؟ دیدی که اگر انسان گناه کرد باید تو چی کنی؟ زجرش کنی، مانیشه. ما و شما بسیار گناه را میبینیم، گناهگارا را چیز نمیگیم، نه؟ حال در جامعه ما انتسی که گناه زیاد شده چیز نمیگیم. مثلا اکثر جا میبینیم غیبت هست، در بین زنا کشیشتین بفهمید که غیبت هست. دو تا شش تا میفهمید تازه گوش کو چی میگن. دیدی که پشت یک نفر گرفتن، نه؟ این تو راستش پشت کرده رایسته و این تو بود بگو نه کش کتاب غیبت مانیشه. خب یا وقت نماز است نمیخیزه به نماز بخیزانش، یا دیدی که به حجاب است ایره، یا دیدی که مثلا باول میکنه خدا نگاه نمیکنه. پس یعنی وجوب انکار المنکر، یک انکار منکر، یک گناه را که میبینی واجب است که انکار کنی. انکار کردن یا با دست، من را منکم منکرا فلیغیره بیده، یا با چی میباشد؟ با زبان، فإن لم يستطع فبلسانه و لم يستطع بقلبه. و اختلافات علما در حکمش اختلاف است، بعضی میگه فرض عین، بعضی میگه فرض کفایی. صحیح است که فرض کفایی است مگر اینکه در یک منطقه یک عالم باشه دیگه نباشه، باز سر از او فرض عین است. در اتفاق اگر در یک منطقه یک عالم است که خوب و بد میشناسه، معروف و منکره، با سر از او فرض عین است. حتی قرآن درس به تحدیث است، کسی ماش میته نمیته سرش فرض عین است. و هذا مذاهب جماهیر العلماء، این مذهب جمهور علما است. اگر علما زیاد است باز فرض کفایی است، یعنی اگر جمع از علما گناه را رد کرد از گردن دیگرایشان چی میشه؟ ساقط میشه. زیرا الله در قرآن میگه ولتکن منکم امه، شوین شما یک امتی یدعون الی الخیر، که دعوت بکنن به خیر، به اسلام. هر کدام ما باید دعوت کرد شد. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و یأمرون امر کنن به نیکی ها در رأس عقیده توحید و فرایض واجبات، و ینهون عن المنکر، منع کنن از گناه ها در رأس شرک و گناه کبیره و بدعت ها و فسق و فجور ایناست. خب خصوصا در وقتی که فساد زیاد است، حال خب یخی ضرور است که ما و شما هر کدامی ما فساد زیاده. گناه را که دیدین، عبدالله ابن عباس میگه اگه هیچ زور نرسید همه خب بگو که یا الله این گناه است، او را نگو، همین خب بگو که یا الله چی گناهی حرامی است، چی کار حرامی گناهی، که خود بگو. او باز چیز نمیگه. اگه او را گفتی او حرام است، حرام کار نکو، میخواد میزنه یک سیلی کشت میکنه، نه تو چی کار داری دی کار ما. همه میگه بگو که می حرام است، می گناه است. یا همه که در مجلسش اگر دیدی شرکت کرده بودی برای شرکت نکو و گناه را باید رد کنی. ابن قدامه میگه واقعا دی وقت گناهش بعدی است که بعضی وقت انسان یک گناهگار میبینه چیز نمیگه. در این آیت بیان است که نه فرض الکفایه، فرض است بکفه نه فرض عین، زیرا الله می ولتکم منکم ولم یقول کونوا عامرین، شود از شما. کسایی که میگن فرض عین است میگن من بیانیه، کسایی که میگن فرض کفایه میگن من تبعیضی است، بعضی از شما آمد. دیگه وجوب مبادره، واجب است زود به تطهیر نجاست من النجاسه، مسجد که نجس شد زود پاکش کنی. از این حدیث فهمیده میشه. زیرا پیامبر میگه فلما قضا بوله، باول خدا قضا کرد گفت که برین او پرتین. دیگه نجاست قد یخفى مکانه و قد یصلی علیه، بعضی وقت اگه پاک نکنی هم مکانش مخفی میشه. بعضی نماز میخوانه، مثلا در خانه یک کسی چی میکنه، نه امی اطفال است، نجاست زود مو پاک شوه، زود پاک شوه. او را میمانن دیگه خانه بری تو نمی شاشبوی و پیشابوی است، یک حال است که چرا این حال است؟ ولی ما اطفال داریم، مردار خوره اطفال خواهم برا خب پاک بکو زود. حالا خواهم مایی دیگه از او پرتو پاکو همین چیز شد پاکش کو. اگر دیدی که اینگه پس دیگه هفته یک بار بکش همین چیزا رو بشه، یا 15 روز بعد بکش. ما به بعض خانه رفتیم این توی پیشابوی می باشه که نتونستیم که بشینیم، پس برآمدیم. خب بعضی بینماز آمد، بعد میاباد بینماز باشه وجه خو بیخی. و در این کس فی الرفق بالجاهل و تعلیمی ما یلزم من غیر تعنیف ولا ایذاء اذا لم یأتی بالمخالف استخفافا او عنادا، ولذلك جاء فی روایت البخاری فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. و دیگه در حدیث چی؟ رفق، آسانی، نرمش. ما شما با برادرای مسلمان خود چی داشته باشیم؟ نرمش داشته باشیم. همین مردمای ما شما هم شاگردای ما واقعا بسیار تند هستند، تو تند هستند. فقط در بعضی گفته دیگرها بعد درجه 180 که می گناه را دید دیگه چنان چی میکنه. حتی در بعض گناه عادی تاپه میکنش که توش. ما این گپ نمیگیم، ما میگیم نکنین، رفق کنین، نرمش با جاهل کسی نمیفهمه. ولی کسی عقیدش خراب است، نافهم است، که از اون نرم باش،
این چی میگه؟ عقیده تو والا بخی شرکیست، کافر هستی. او میگه نه مسلمان هستم. نه گپ تو خلاص برو. چه حالت است. و تعلیمه دیگه جاهل تعلیم بده و دیگه و ما یلزم من غیر تعنیف آنچه که لازم است سختی نکنه، ضرر نرسانه. اذا لم یأتی بالمخالفه اگر اون مخالفت استخفافا نادان. اگر یک کسی مثلا اسلام توهین نمیکنه، تو کتیش توهین کرد با سخت باشی، دیگه عناد نداره، یعنی میفهمه عنادی کی نمیگم، میفهمه عمل نمیکنه، او گپش جداست که تزو سخت. اما او که نمیفهمه که تزو نرم باش، که نمیفهمه. مثلا اول ابراهیم علیه السلام پدر خدا نرم، قرآن هم ببینید روشش همین. پدرش مشکل در عقیدهش است، نجاست عقیدتی داره پدرش. اینما المشرکون نجسون، نه مشرک هم نجس است، خو نجاست در عقیدهش است. چی میگه؟ و اذ قال ابراهیم لابی یا ابتی، ابراهیم برای پدر خود ای پدر جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، چرا عبادت میکنی چیزی را نمیشنوه نمیبینه، هیچ کدام مشکل از تو رفع کردن نمیتونه، فایده رساندن نمیتونه. بسیار نرم نشد، خوب گپ برش فهمان که نشد، بعد از او سخت برش گفتگیست. این تو نه که همیشه الوا واری باشی، خب بعضی وقت سخت بگو. اون وقتی است که اینمی حالت است که میفهمه، یک ما دو ما سرش کار کردی، خوب گپ فهمید، دلایل خوب نرم برش بگو. بعد از او که نشد با شدید شو، با لهجه سخت شو. بعد از اون که نشد با ترکش کو، دیگه لله فلا به خاطر الله ترکش کو. سعی کنین در سورة انعام باز میگه که و اذ قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین. اینطور گفتش، این لهجه شدیده. وقتی که ابراهیم بر پدرش گفت آزر، آیا تو عقیده کردی جور کردی اصناما آلهه، بتا و مجسمه را خدایا جور کردی؟ انی اراک، بدون شک من تو را میبینم، و قومک، قوم تو را میبینم فی ضلال مبین، در گمراهی آشکارا. گمراهی آشکارا کافر است، ایمان نداری. اینجا شدید گپش زد. این حال عالم اینه میره میفهمه. یک جای ما میریم نرمش میکنیم، یک جای یکم تا میگه اینجا چرا قنار بودی، اینجا چرا سخت بودی. حالا خو اینمی علم میخواهد انسان نو که از این روبرو شه. ما باید یک مسئله ازی کار کنم، نو دیدیمش. نه میگه چی میگه گپای تا سخت بگو، دقیقش نباش، نرم نباش، احترامش نکو. تو جاهل بدبخت است، نه علم ندارن بیچاره. این جوانا که احساساتی هستن. اونجا لهجه. و حتی باز ابراهیم علیه السلام بعدی سختش گفت که چی گفت ابراهیم؟ یا ابراهیم لئن لم تنتهی، اگر تو من نشی از گپایت لارجمنک، گفت میزنم، دعوت میزنم، سنگسارت میکنم، وهجرنی ملیا، بسیار زمانه مرا ترک کن. باز ابراهیم علیه السلام چی می قال انی مهاجر الی ربی انی ذاهب الی ربی، میرم به طرف رب خو هجرت میکنم. که دیگه باز اصلاح نمیشه، این منطقه کلش پر از فساده، گپت هم نمیگیره. حال خطر است که تو در فساد واقع شی، باز الهیشان کو. برو دیگه باز رابطه پدر است قطع کو، رابطه تا مادر است قطع کو، اولاد است قطع بکو، خانم است قطع کو. این در صورتی که اونو حالت است. تمامی حالات باز علمایی که بر حق باشند میفهمند. ولذلك جاء فی روایت البخاری، به می خاطر میاد در روایت بخاری آمده نرمش چرا؟ میگه فانما بعثتم میسرین، دمی حدیث شما فرستاده شدین آسان گیرنده، ولم تبعثوا معسرین، این حدیث شما سختی کننده فرستاده نشدین. یعنی شما مسئولیت دارین که دیگران را دعوت بدین. کنتم خیر امه اخرجت للناس، نه برای انسان شما بیرون شدین، الله شما را پیدا کرد. تأمرون بالمعروف و تنهون، خو اینا انما بعثتم میسرین، آسان، ولم تبعثوا معسرین. و کان رسول الله صلی الله علیه و بود اذا ارسل احدا، یا کسی را که روان میکنه یقول میگفت که یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. حدیث بخاری. آسانی بگیرین، سختی نکنین. بشروا، خوشخبری بدین، ولا تنفروا، نفرت ایجاد نکنین. ما و شما متاسفانه که نفرت ایجاد میکنیم. اکثر ما کوشش کنیم که چقدر که میتونیم آسان گیرنده باشیم. خب از این یعنی از این حدیث بسیار فواید فهمیده شد، بسیار گپاره در دعوت، در دیگه مسجد پاک کردن، احکام، بسیار احکام ما شما فهمیدیم. کسی نمیفهمه که از اون نرم باشیم، گپ بزنیم، با حوصله باشیم، دلیل نمیفهمیم به دیگرا بگوییم. و عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حلت لنا میتتان و دمان، فاما المیتتان فالجراد والحوت و اما الدمان فالطحال والکبد.
اخرجه احمد و ابن ماجه و فيه ضعف. یک حدیث دیگه عبدالله ابن عمر روایت میکنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که احلت لنا میتتان، حدیث 13 حلال شده از برای ما دو خود مرده، دو دانه حیوانی که خودش بمره، و دمانی و دو دانه خون، دو نوع خون. فاما المیتتان، هرچه دو خود مرده که در خشکی زندگی کنه، فالجراد و الحوت، یکی ملخ است، دو ماهی است. ماهی خودش میمره، ملخ ها که هست، ما یکم تو میگه وی ملخ میخوری، ها ملخ کلان است، باشه حاجت زبام نیست بخوری، کن میگه دل من نمیشه، دل نمیشه آرام گفتش نمیتون. میگه قواریش بدم میاد. قواریش چی کار داری بدت میاد؟ یعنی تو دیگه قواریش خوشش میاد نی؟ در کشورهای عربی باز کلان ملخا خوب گوشتش، گوشتای مرغی که سفید میتو خوب گوشت دارد. و اما دم که است دو دانه خون، فالطحال و الکبد، یکی جگر است، یکی تیلی است، دیگه جگر است. خب جراد چی مشهور است؟ میگه جرد گرفته لانه لا ينزل مکان الا جرده، دم جای میاد که خشک باشه، جراد دیره میگه. حوت که سمک میگه و قل ما زمین، کم است که کلان باشه، یعنی اصل مایه خورد و کلانش کم می باشه. کبد عضو فی جانب من البطن تحت الحجاب الحاجز. طحال بزنة کتاب و هو عضو یقع بین المعده و الحجاب الحاجز فی یسار البطن. کبد که هست میگه یک عضو است، یک توتی انسان در جانب راست می باشد، من البطن نشکم، تحت الحجاب الحاجز، در تحت پرده، یعنی تیلی را میگه. تیلی شما تیلی بعضی اینه میگه و بعضی چی میگه و بعضی خون چی میگه اینه میگه. و طحال که است بزنت کتاب و عضو است که واقع میشه در بین معده و پرده که در چپ اشکم است که چی را جگر گفته میشه. یعنی خون ایام خون هستن، اگر کم پخته شد به خون میبراید. این صحت حدیث چیست؟ می حدیث ضعیف است، لانه من روایت عبدالرحمن بن زید بن اسلم عن نبی ابن عمر قال احمد منکر الحدیث، منکر یعنی مرفوعش که می پیامبر گفت مرفوع، لكن صح موقوفا. موقوف چی را میگه که صحابی گفته، این سیس از عبدالله ابن عمر. صح موقوفا کلا بسیار محدثین، دارقطنی، حاکم، بیهقی، ابن قیم، لكن له حکم الرفع. بعد حدیث موقوف که صحابه بگوید که حلال شده، اکثر احادیث یعنی که موقوف باشه حکم رفع را داره، یعنی صحابه از پیش خود نمیگه، آدمی پیامبرم گفته می باشه. صنعانی میگه که اذا ثبت انه موقوفا فله حکم الرفع، وقتی که ثابت شود که موقوف است یعنی صحابی گفته، از پیامبر صحتش ثابت نشده، از صحابی، فله حکم الرفع، یه حکم رفع یعنی گویا که پیامبر گفته باشه. چرا؟ لان قول صحابی احل لنا، این که حلال شده، حلال کرده شده، حلال و حرام کی بیان میکنه؟ پیامبر بیان میکنه. او حرم علینا کذا، مثل قول امرنا، امر شدیم، او نهینا، منع شدیم، فیتم الاحتجاب. میگه استدلال به کامل میشه که این گپ خودش نمی باشه، حلال شده وی ادمی ایرا پیامبر میگفته باشه، یعنی خودش قرینه رفع است، قرینه رفعی که پیامبر گفته. دیگه میته چی را میگه؟ عرف المیته و المیته کل ما لم یزکا زکات شرعی، هر چیزی که تزکیه نشود با زکات شرعی. تزکیه یعنی ذبح نشود. ذبح شرعی چی را میگه؟ که اینی یک گلون که هست نه، دی یک مجرای تنفس است، یک مجرای غذا. این و این دو گردنی که دو رگای گردن که ایره میزنی خون خیز میزن، این که این دو گردن زده شود، ایره میگه حیات باشه و در وقت ذبح بسم الله الله اکبر بگو. اما یک چیزی را اگه ذبح نکنی خودش بمره، اینی را چی میگه؟ میته. زکات شرعی است که ذبح کنی. حکم اکل میته چیست؟ یعنی خود مرده غیر ازی حرام است، زیرا الله در قرآن میگه حرمت علیکم المیته، شما حرام شده به بالا شما خود مرده، گاو، گوسفند، مثلا شتر باشه، بز باشه، آهو باشه. خب آهو خود جداست و وحشیست، اینم چیزای اهلی، اینا حرام. و دم و خونی که باز میاد، و دم مسفوح و لحم خنزیر، گوشت خنزیر. یک آیت دیگه آیت میگه انما حرم علیکم المیته، الله حرام کرده خود مرده و دم و لحم الخنزیر، این را الله حرام کردگی است. و در آیت دیگه در سوره انعام میگه قل لا اجد فيما اوحي الی محرما، بگو ما پیدا نمیکنم در آنچه که به ما وحی شده حرام، علی طاعم یطعمه، به خوراک کننده که میخوره، الا یکون میتة، مگر خود مرده باشه، او دم مسفوح، خون جاری.
این جگر و تیلی که از خون جاری نیست، این لخت است. او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر فإنه رجس، این پلیتی است. او فسقا اهل لغیر الله. وقد اجمع علماء لا تحریم میت فی حال الاختیار. علما میگه اتفاق کرده که میت حرام در حالتی که اختیار باشه. ماذا یستثنا من تحریم المیت؟ چی چیز مستثنا شده از این خوردا؟ بعضی استثناءات. یکی جرات یعنی ملخ، دوم سمک مایی، مایی که خود مرده بحر، کل از اینا حلاله. سمک که است، زیرا الله در قرآن میگه احل لکم صید البحر، حلال شده برای شما شکار بحر، و طعامه متاع لکم وللسیار، طعامش منفعت فایده برای شما برای کاروان تجارتی که میره. عبدالله بن عباس میگه که صید ما صید فی حرم احل لکم صید. صید چی؟ که شکار میشه، مثلا در جای میری یا هو از هر چی که از شکار میکنی. طعامش چیست؟ ما قذفه، او که میپرتن خودش مرده، میمره سر آب میبراید. اخرج ابن جریر را میگه و این روایت عبدالله ابن عباس صحیح است. و قبلا ما گفتیم که یک دلیل شمیز که هر آنچه که در بحر باشه حلال است. و دیگه حدیث ابو هریره و قد تقوم الطهور ما و الحل میتت، پاک از آب بحر، الحل میتت و خود مرده بحر، هر چی که است حلال است. اگر که اختلاف بیان کرده بودیم. دیگه حدیث جابر بن عبدالله قال بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم و امر علینا ابا عبیده نتلقى عیرا لقریش و زودنا جرابا من تمر لم یجد لنا غیره فکان ابو عبیده یعطینا تمرا. سک میگه ما را، دیگه حدیث یا حدیث بخاری است، میگه ما را رسول الله صلی الله علیه و روان کرد. جابر بن عبدالله میگه و امر علینا، امیر تعیین کرد به ما ابو عبیده را، یعنی در یک جهاد در یک جای جنگ میرفتن. نتلقى عیرا لقریش، میگه ما روبرو میشیم، ترصد میکنیم قافله قریش، که قافله قریش در کجا باشه پیداش کنیم. و زودنا جرابا، میگه ما توشه گرفتیم، یعنی خوراک کباب، جرابا من تمر، یک بوجی یا یک خلطی از خرما پیش ما بود، یک گشنه شدیم از استفاده. نفرم زیاد بود. لم یجد لنا غیره، میگه دیگه چیز غیر از اینمی خرما دیگه چیز نبود، هر که پیش خود یک ذره خرما گرفتم. فکان ابو عبیده یوتینا تمرتن تمر، ابو عبیده میگه یا خرمای خشک میداد، تمره خرمای خشک میگه، و ما که میرفتیم گشنه میشدیم یا یک تا میداد که گزاری ماشا. قال میگه فقلت، گفتم کیف تصنعون بها، چه قسم کیف کنتم تصنعون، چه قسم شما کار میکنین به این، یعنی یک کم میشه خلاص میشه، این خرما خلاص میشه از گشنگی نموریم، چطور میشه؟ قال گفت که نمسها کما یمسس، این میگه ما گفتم که چه قسم کتی خرما وقت تیر میکنید؟ میگه تو نبود که خرما را بخوریم، نمسها کما یمس الصبی ثم نشرب علیها من الماء، میگه این را میچوشیدیم، دست کم بود، همین خرما را میچوشیدیم، کمی که شیرین میشد با سرش آب میخوردیم، یعنی کمی بدن ما را تقویت میکرد، دست کم بود. سعی کنید در جهاد چقدر تکلیف دیدن. ثم نشرب فتکفینا یوما الی اللیل، یک روز تا شب میگه می کفایت میکرد. و کنا نضرب بعصینا الخبط ثم نبل بالماء فنا، بعد میگه امی عصا را دا میزدیم دا آب، باز او را میگه ترش میکنیم، باز او را میخوردیم، یعنی امی خرما را دا عصا میزدیم دا تر میشد، با میچوشیدیم و میتو این قسم کار میکنیم. قال و انطلقنا علی ساحل بر، رفتیم در نزدیکی بحر، ساحل بحر در اطراف بحر رسیدیم. میگه دیدیم که کایهای اتل کثیب زخم، این تو یک ماهی بسیار آن دم بغلش افتیدگیست، یک ماهی یعنی خود مرده بوده. فاتینا، و میگه آمدی میره فیضا یا دابتون تدالن، بر یک ایوانی بود که نامش عنبر بوده. قال ابو عبیده میگه میتتون، خود مرده بود. ثم قال میگه لا بل نحن رسول فی سبیل الله و قد اضطررتم فکلوا، میگه که گفت بخوریم نخوریم جنجال شد، میگه گفت که نه نخوریم، باز گفت که بل نحن رسول الله، ما فرستادای رسول الله هستیم، و فی سبیل الله در راه الله مسافر هستیم، و قد اضطررتم شما مجبور هستین بخورین، این نمیفهمیدن که حلال است یعنی بخورین. گفت قال میگه فقمنا علی شهر، یک ماه میگه خوردیم، ما یک ماه یک گوشت بوده، یک گوشت ماهی. و نحن 300 میگه ما 300 نفر بودیم، حتی سمنا میگه تا اینکه چاق شدیم، حدیثی که میخوردیم چاق شدیم، 300 نفر یک ماه. په کی 300 ضرب 30 بکو چقدر میشه، یعنی چند هزار میشه. حالا میگه ولقد رأیتنا نقترف من وقب عینی بالقلال الدهن و نقتطع منه القدر كالثور او قدر الثور، میگه ما میگه
میدیدی ما را که ما میگه آب میگرفتیم من وقت به عینه، میگه از اون جای چشمش اق کلام بود که آب میگرفتیم، میگه بالقلال با مو بشکه های خود. دیگه میگه یعنی الدهنه امی چربیاش میگه قضیه بود که تو میگرفتیم چربیای چشمش، چشمش چربی دار. و نقطه من قدر میگه با قطم میکردیم در دیگ مینداختیم که ثوری او مثل یک گواری میگه مینداختیم. فلقد اخذ من ابو عبیده 13 رجلا، میگه ابو عبیده 13 نفر از مگرفت فعقدهم فی وقب عینه، میگه کلش دم یک طرف چشم ازی مایی میگه می شاندش و اخذ ذلا من ازلای، میگه یک گرده ازی را کش کرد فاقامها استادش کرد یک استخوان ازی را 13 نفر گرفت که یک گرده ازی استخوان ازی را استاد که 13 نفر یک کلان بوده. بعد از فاقامها استادش که ثم رحل اعظم بعیر معنا فمر متا، بعد میگه شروع شد میگم کلان ترین مقافله ما میرفت از زیرش میرفت یک کلان از زیر استخوانش تیر میشد. و تزودنا میگه دیگه توشم گرفتیم، یک ما هم خوردن توشم گرفتیم لحمش و شقایق گوشتش و اطرافش. فلما قدمنا المدینه، در مدینه که اومدیم خوب جنانم که پیدا کردن یک کارشم کم بود خوب وقت زیاد تیر کردن. اتینا رسول الله، پیش رسول الله صلی الله علیه و آمدیم فذکرنا ذلک له، امیر یاد کردیم که ما یک خود مرده ماهی را پیدا کردیم مثال کلان بود که حتی یک ماه 300 نفر استفاده کرد. فقال می گفت که هو رزق اخرجه الله لكم، این رزقی بود که الله را بر شما بیرون کرد. هل معكم من لحم شیء فتطعمون، گوشتش هست که با ما بتین. مثلا گفت می قال فرسلنا الى رسول من فاکل، ما میگه خاورده بودیم گوشت با پیامبرم فرستادیم او هم خورد. این حدیث کی روایت کرده؟ حدیث امام بخاری حدیثی. فمیتة البحر حلال، خود مرده بحر حلال است. آن ماتت فی البحر، برابر در بحر بمرد ثم تفت فی، با طواف کنی تو در رویش بگردنی این تو میگردن. او ماتت به مفارقت البحر، یا که بحر به موج میزنش او طرف میپرتش میمرد باز میکشش. اما الجراد خب هرچی خود مرده ملخ چی حدیث باب است که یک و دیگه حدیث ابی اوفاس قال غزونا مع رسول الله 7 غزوات ناكل معه الجراد، سیکنی حدیث متفق علیه است. می غزونا مع رسول الله، جهاد کردیم با امرای پیامبر 7 جهاد، در 7 جنگ رفتیم. ناكل معه الجراد، گوشت ما چی بود؟ با امرایش می ملخ میخوردیم، ملخ را استفاده ملخ. فالجراد حلال مطلقا، ملخ حلال است مطلقا، سواء مات باستیاد به شکار بمره ام بزکات، یا اینکه ذبحش اما تبع یا خودش مره. و حدیث عام است. امام نووی میگه اجمعت الامه علی تحریم المیت غیر السمک وجه، می امت اجماع کرده با حرام بودن خود مرده از گاو گوسفند اینا غیر از ماهی و ملخ. یعنی اتفاق است مذهب حنفی دی کلش اتفاق داره دیگه. و اجمع ولا اباحه السمک، اتفاق کردن با مباح بودن ماهی و جراد یعنی ملخ. و اجمع ولا انه لا يحل من الحيوان غیر السمك والجراد، و دیگه اتفاق کردن حلال نیست از حیوان خود مرده غیر از ماهی و ملخ الا بزکات، مگری که ذبح کنی. زکات چی معنی؟ ذبح. او ما فی معنی زکات، یعنی که در معنای زکات است. مثلا یک جایش میزنیم باز اون اگه وحشی است میزنی باز گیرش کردی ذبحش میکنی، یا اگه وحشی بود دمی تو تیر میزنی هر چی که هر جایش خورد او حلال میشه. حکم دم چیست؟ خون حرام است لقول تعالی انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، در دیگه حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. از خون چی استثناء شده؟ یکی تلی است، جگر است، این حدیث دیگه. حکم آب اذا سقط فی سمکون، اگه ماهی دو بیفته یا ملخ بیفته نجس میشه یا نه؟ میگه نجس نمیشه. چرا؟ لانه لم يتغير طعمه، بخاطر لانه لم يتغير، یعنی به نجاست تغییر نمیکنه. گپ ما شما یه حدیث تمام شد.